مردم میگن که پروتین گرده ها را خراب میکنه، از بین میبره. چرا از بین میبره؟ نمیفهمیم. وایده ایجا اشتباه دکتر نیست. یک رقم ماشینای خاصی داره که از پاکستان واردشان کرده و میاره بازی را. ما در کلاب اکثر کسان را میبینم که نو تمرین شروع کردن. یک هفته میشه یا 10 روز 20 روز میشه تمرین میکنن. اونا از ما سوال میکنن که دکتر صاحب ما نو تمرین شروع کردیم، میخوایم پروتین شروع کنیم ولی 1-2-3 ماه بعد شروع میکنم. وقتی ما پرسان میکنم چرا حالا فعلا چرا شروع نمیکنی، میگه که میگن 2-3 ماه بعد باید پروتین خورده شوه. کی میگه؟ این نفر معلوم نیست کی میگه. به خاطر که علم نیوتریشن یا دایتینگ و یا هم خوردنی ها چیزی که مربوط دکتر بخش دکتر غذایی میشه، مردم معلومات نداره در این باره. اکثر مردم میگن که پروتین گرده ها را خراب میکنه، از بین میبره. چرا از بین میبره؟ نمیفهمیم. این دلیل داره که چرا مردم این فکر میکنه. به خاطر که اکثر کسانی که مشکل گرده پیدا کردن و ورزشکار بودن، وقتی اونا نزد دکتر رفتن، وقتی که دکتر صاحب پرسان کرده که ورزشکار هستی یا پروتین استفاده میکنی، بالا دلیل از او برای دکتر صاحب واضح شده. وایده ایجا اشتباه دکتر نیست. اشتباه ایست که او پروتینی که خریده شده او پروتین اصلی نیست. ما میفهمیم، ما درباره از بسیار ویدیوها در صفحه خود انداختیم. او ویدیوها را ببینین که کمپانی های هستن که در اینجا دکاندار های هستن، پروتین میگیرن، پروتین میکشن، با جای پروتین دیگه چیزا را مندازن، تابلت های را مندازن که زود کسر وزن میته یا بدنت آب جذب میکنه، چاق میشی، کلان میشی، فکر میکنی که اندامم جور شد، در حالی که او غیر صحی است. یک رقم ماشینای خاصی داره که از پاکستان واردشان کرده و میاره بازی را. تقلب جدیت کوم حد کده؟ د سپلمنت تقلب بیخی زیاد ده که در تو همه پسلو که 90% ده هم روزان بنستمه. این دلیل عمدهش است که مردم فهمه که این درک دارن که پروتین گرده ها را خراب میکنه. اونا یک دلیل دارن. دکتری که میگه پروتین گرده های ازی بچه را یا ورزشکار خراب کرده، دلیل از او دکتر صاحب 100% بجای است. چون او پروتین غلط خورده، پروتین خورده که او میکس بوده، پروتینی بوده که او در پاکستان پروتینش کشیده شده، با جای یک چیز دیگه انداخته شده. وقتی که او را خورده، یک کسی یا جیگر یا گرداش از بین برده، خراب شده و بسیار مشکلات صحی دیگر را به بار آورده. با اون لحاظ کسانی که کلاب شروع میکنن، حتی اگر کلاب شروع نمیکنین پروتین میخورین، هیچ مشکل نداره، فایده داره، نقص نداره. ولی که پروتین اصلی باشه. پروتین اصلی را از کجا بگیرین؟ من نمبر تماس بر شما نوشته میکنم، با این نمبر تماس بگیرین و از قاری صاحب پروتین بگیرین. چون ما خودم از اینجا پروتین میگیریم، اینا خودشان شخصا کمپانیشان است از دبی به افغانستان وارد میکنن و انشاءالله مالشان خودشان ضمانت میکنن. مسئله دوم که سازمان صحی جهان WHO رسما میگه که 0.8 گرم پروتین هر انسانی که سپورت نمیکنه ضرورت داره. حتی سپورت نمیکنه ضرورت داره. یعنی اگر وزن شما 60 کیلوست، روزانه شما حداقل 50 الی 55 گرم پروتین باید بخورین. این که کس ورزشکار است و عضله جور میکنه و میخواد که عضلاش کلان شوه، او خب باید روز حداقل اگر 60 کیلو وزن داره 120-1.5 گرم باید پروتین بخوره تا عضلاتش رشد کنه. ویدیو را همراه کسان شریک کنین که یک معلومات غلط دارن که پروتین گرده ها را خراب میکنه. پروتینی که میکس نباشه، پروتینی که داخل قوطی پروتین چیز دیگه انداخته نشده باشه، و 100% بر شما فایده میکنه. حتی اگر کلاب نمیرین پروتین بخورین. پروتین، هر چیز زنده جان از پروتین جور شده. هیچ چیز نیست در دنیا که پروتین نداشته باشه بدون آب. یا کم داره پروتین یا زیاد داره. چقدر که گوشت انسان گوشتش زیاد میشه، ما یک موجودی که گوشت زیاد داره پروتین زیاد داره. چرا؟ به خاطر که پروتین حیات است. وقتی که ما پروتین وی را میخوریم، پروتین وی از شیر جور شده. درباره از یک ویدیو ما امروز شما شریک کرده بودم که از کدام پروسس میگذره تا اینکه پروتین وی ترتیب میشه. با این دلیل معلومات را که من امروز شما شریک میسازم 100% مطمئن باشین که انشاءالله او معلومات ساینس است.
معلومات شخصی خود ما نیست، معلومات ساینس است، معلومات تحقیقات است که درباره یک چیز شده. بالاخره ساینس تحقیقات به این نتیجه رسیده که پروتئین به صحت ما چقدر فایده داره، نداره، چقدر مفید است، مضر است، پروتئین اصلی، پروتئین از شیر، پروتئین تخم، پروتئین مرغ، پروتئین گوشت گاو، همه از این بالا از این تحقیق شده. خوبی و بدیش همه چیزش پیش روی ماست. به او خاطر اگر شما کلاب شروع میکنین به سباش پروتئین بخورین، هیچ مشکل نیست، اصلا مشکل نیست پروتئین خوردن. یکی که شما 2 ماه 3 ماه منتظر میشین که ما 2 ماه 3 ماه بعد پروتئین میخورم، تا 2 3 ماه را که شما کلاب میرین تمرین میکنین نتیجه نمیبینین، تا 2 3 ماه بعد کلاب اعلام میتین به خاطر که نتیجه ندیدین، اندامتان کلان نشد دیگه، چرا کلاب کنین؟ به او دلیل روزی که کلاب شروع میکنین از اون روزان پروتئین شروع کنین، چرا نقص داشته باشه. پروتئین خود ضرورت بدن ماست. این ویدیو را همراه دوستای خود ضرور شریک کنید.